جوان بود در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، 5 وقت نماز به جماعت، 5 وقت نماز به جماعت. ولی یک زن چشم به این جوان دوخته بود، چشم به این جوان دوخته بود، میخواست که جوانی از این برباد کنه. شب از شبها جوان از مسجد بیرون شد. عمر هست خیلی دوستش داشت، این جوان رو خیلی دوست داشت. هر روز که سلام دور میداد این جوان نمیدید، خیلی خوشحال میشد. این جوان وقتی از مسجد بیرون میشه و در مسیر راهی که این جوان میرود، همین دختر انتظار جوان میکشد. 5 وقت نماز بخوان، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کسی که نماز میخواند و فحشا نمیکند و منکر نمیکند، الله دستش میگیره. تکبیر! هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دی که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. او دوست داره که بند سجده میکنه، روز 5 مرتبه او را بگذاره که تباه شود. او دوست داره بنده ای که سر میگذاره به پیش از او را نابود بکنه. نه، نمیخواهد الله. جوان حرکت کرد، زن در مسیر راه پیش روی جوان استاد شد، تلاش کرد به وسوسه انداختن، نخره میکرد، نمایش میداد جسم خود را، تا اینکه این جوان فکرش خراب شد. جوان است دیگر، فکرش خراب شد، حرکت کرد. دختر پیش رفت، جوان از پشتش حرکت کرد که برود خانه برود. شبم تاریک است، غیر از الله کسی دیگر نمیبیند. امین که نزدیک خانه رسید، دروازه باز شد، دختر داخل شد، به جوان گفت بفرمایین، هیت لک، من برای تو امشب خود را آماده کردم، هیچ کسی نیست در خانه، هیت لک، بفرما. امین که جوان میخواست پای خود را به دهن دروازه بگذارد که یک بار آیه از آیه های قرآن یادش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. این آیه الله چی میگه؟ میگه بنده های پرهیزگار من، بندگان متقی من، بندگانی که از من میترسند، بندگانی که محبت من به قلبشان موج میزند، وقت شیطان اینها را به وسوسه میاندازد، وقت شیطان اینها را میخوان اغوا بکنند، تذکروا، یک بار به یاد الله میآیند، یک بار از الله یاد میکنند، فاذا هم مبصرون، ناگهان چشمانشان باز میشود، ناگهان چشمانشان باز می شود. این آیه که به یاد جوان آمد، جوان فریاد زد و بیهوش به زمین افتاد. جوان فریاد زد و بیهوش به زمین افتاد. این دختر کنیز خود را صدا زد، گفت بیا. کنیز آمدن، این جوان را زیر قولش گرفتن، برد جوان به پشت خانه پدرش. با پشت خانه پدر این جوان همونجا مان، دروازه را زد خودش کردن. پدر موی سفید دارد. پدر موی سفید عصا به دستش آمد، پشت دروازه را باز کرد، دید که جوان به حال به زمین افتاده است. صدا زد اهل خانواده را که بیایید. اهل خانواده آمدن، جوان را بردن. حیات الصحابه یوسف کان دهلوی این داستان را می آورد. 987 صفحه از ما دارالکتب علمی بیروت از کتاب من. جوان را بردن داخل خانه. بعد از اینکه آب به صورت جوان زدن، جوان به هوش آمد، ولی چهره جوان زرد شده. جوان دست پایش میلرزه. پدر به جوان گفت پسرم چی شد؟ گفت پدر جان تباه شده. پدر جان قریب بود نابود شود. چی شد؟ داستان را قصه کرد. همین که قصه کرد، پدر از پیشش پرسان کرد پسرم کدام آیه به یادت آمد؟ باز ای آیه را میخوانه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. باز فریاد زد و بیهوش شد.
پدر جوان را شور داد که جان به جان آفرین تسلیم کرده. اینا میگن ترس الله، اینا میگن نماز به جماعت. پیمخ نماز به جماعت چونین جایگاه به تو میداد عزیز من. جوان را دستت که جوان جان به جان آفرین تسلیم کرده است. در اوایل اسلام اونا مرده را زیاد تال نمیدادن، اما لحظه ای که میبرد کفن میکردن، نماز میخواندن و دفنش میکردن. جوان را شستشو دادن، کفن کردن، جنازه خوانده شد، بردن دفنش کردن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صبح در نماز سلام داد، جوان را ندید. جوان را ندید، نگران شد. جوان را دوست داشت، هر روز به جوان که میدید خوشش می آمد. جوان نماز خوان، نه نماز صبحش ترک بود نه نماز خفتن. پرسان کرد که جوان را ندیدین شما؟ گفتن نه، ما از جوان اطلاع نداریم. حضرت عمر گفت کی خانه یمی جوان را دیده؟ الله اکبر. امیر المؤمنین، کسی که رسول خدا می فرماید لو کان بعدی نبیا، اگر بعد از من نبی می بود قطعا عمر پیامبر می بود. عمر به اون نمازگزارا میگه کی خانه شدیده؟ یک کسی گفت من دیدم. گفت بلند شویم که برویم حال جوانه بپرسیم که چرا به جماعت نامد. وقتی حضرت عمر آمد پشت دروازه را دق الباب کرد، دروازه باز شد. پدر موی سفید با کمر خمیده با چشم پر از اشک بیرون شد. حضرت عمر فرمود پدر جان، پسرت کجا بود؟ همون پسری که عاشق الله بود، همون پسری که محبت الله به قلبش موج میزد، همون پسری که جماعتش ترک نبود، نمازهایش 5 وقت به جماعت ترک نبود، کجا شد؟ گفت خو مرد امشب. امشب مرد. حضرت عمر دیگرگون شد، گفت چی شد؟ قصه را به حضرت عمر کرد. حضرت عمر بسیار حالتش دیگرگون شد. گفت قبرش کجاست؟ گفت قبرش فلانی جا. حضرت عمر آمد بالای سر قبر استاد شد. این آیه حضرت عمر خواند: بسم الله الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف، کسی که از خدا ترسید و از مقام پروردگار خود ترسید، الله 2 جنت را نصیبش میگرداند. بگو الله اکبر. وقتی آیه را خوان حضرت عمر، از داخل قبر صدا آمد: ای امیر المؤمنین، ای عمر، امو 2 جنت را الله با من داد، او 2 جنت مال من شد. عزیز من شک نکن به این، شک نکن. حافظ ابن کثیر هم در تفسیر خود اینو می آورد: اگر جوان به خدا شد نمیتواند کسی جوان را تکان بدهد، مثل کو می شود. هیچ گناهی تو را که تکان داده نمیتواند، ولی به پروردگار خود تکیه بکن. 5 وقت نمازش را بخوان، الله جل مجدود تو را دوست داره.